یه عکاس کانادایی از نحوه حرکت گله گورک‌ها عکس گرفته که واقعاً هوشمندانه است. رهبر گله جلو حرکت نمی‌کنه. اون سه تا گرگی که دارن جلوی بقیه راه میرن ضعیف‌ترینا هستن. اونا یا پیر هستن و یا بیمار. جلوتر از گله میرن تا سرعت حرکت گله رو تعیین کنن و کسی عقب نمونه. همچنین اگه حمله‌ای بشه اونا اولین قربانی‌ها هستن. در ردیف دوم قدرت واقعی گله قرار داره. گرگای جوون و قوی. اگه به گله حمله بشه اینا هستن که واکنش نشون میدن و به مهاجم حمله میکنن، در حالی که گرگای پیر حواس مهاجم رو پرت میکنن. در ردیف بعدی گرگهای ماده و توله ها راه میرن. اونا آینده گله‌ان، پس باید در امن‌ترین نقطه باشن. ردیف چهارم دوباره پر از گرگای جوون و آماده است، برای اینکه حتی اگه از پشت به گله حمله بشه بازم توله ها و گرگای ماده در امان باشن. و در آخر یه گرگ تنها با فاصله از همه حرکت میکنه. اون رهبر گله است، در حال نظارت و مراقبت از بقیه. اگه رشد رو دنبال نمی کنی احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی بینی، ولی اگه این کار رو انجام میدی تبریک میگم، تو هر روز در حال رشدی.